این هم حالت ما افغانای بیچاره است که در هر جای در به در هستیم. 6 نفره که در داخل موتر بودک میخواسته که از ایران به ترکیه بره، ای اشخاص دستگیر میکنه. یعنی فکر کنین که 6 نفره در طولبکس موتر جابجا کردن چقدر مشکل است. چقدر هموطنان ما در همچون جاها جان خود از دست دادن و به مقصدگاه خود نرسیدن. این بار اول نیست، چندمین بار است که به این رقم هموطنان ما بیچاره دیپورت میشه. 6 نفره که شما روی تصویر مشاهده میکنین از ایران میخواستن که به ترکیه برند. در ترکیه در شهر آرتوین توسط پلیسیا دستگیر میشه. قاچاقبر کی را میبردک در پشتوی جلو موتر بودک با یک نفر دیگه. این دو نفر همچنان دستگیر میکنن و بعضا گفته میشه که دوباره به ایران و بعضا گفته میشه که دوباره یارا به افغانستان یا بیچاره را دیپورت کردن. این هم از حالت هموطنان بیچاره ما. امید کسایی که مسافر هستند به خوبی و سلامتی و صحتمندی به جایگاه خود برسند. بسیار زیاد متوجه باشین.